من طریق زندگی را از پدر آموختم، آدم و آدمگری را از پدر آموختم. آنقدر بالم زی مادر شیری پاکم داده بود، پاکی و پاکیزگی را از پدر آموختم، پاکی و پاکیزگی را از پدر آموختم. خدایا این روزا فقط یه چیز از تو میخوام، دلم آزاد کن، آزاد از ترس، آزاد از حرص، آزاد از قید و بندهای بیهوده. منو جوری تو خودت غرق کن که دیگه چیزی جز عشق تو، جز خواستن تو، جز رضایت تو منو نلرزونه، منو نترسونه، منو فریب نده.